قسمت دوم، رویا. اولش دلم میخواست فوتبالیست شم، یعنی آرزوم بود که فکر میکنم این آرزوی همه پسرها بوده باشه. حتی شبا خواب رختکن بایر مونیخ رو میدیدم و خب خیلی طول نکشید که فهمیدم زندگی هم برنامه‌های خودش رو داره و همیشه اونطوری نمیشه که تو میخوای. از اون روز به بعد تا جایی که تونستم از دنیای واقعی دور شدم. به هیچ چیزی علاقه نداشتم و هیچ چیزی نبود که برام ارزش جنگیدن داشته باشه و فقط برای زنده موندن با اسکلتای توی بازی می جنگیدم. ولی خب همیشه میگن امید همون نوریه که توی تاریکی می درخشه و من با دنیای جدیدی آشنا شدم و دوباره آرزو کردم و با خودم گفتم این بار تا آخرین قطره خونم براش می جنگم. چرا حالا اینقدر جو میدی؟ چون من واقعا آدم جوگیریم. درسته، من جوگیرترین آدمیم که تو زندگیتون قراره ببینید. و راجع به یوتیوب هم همیشه اسم می‌کردم که جوگیر شدم. البته راههای زیادی رو هم امتحان کردم ولی هر بار یه اتفاقی میافتاد که بیخیال میشدم. خب همونطور که مشاهده میکنید به بشقاب سازی رسیدیم. اینجا دقیقاً محل کار من. این چه باحال بود. چه کاریه؟ بیا. تا اینکه یه شب فهمیدم هیچ جوره نمیتونم بیخیالش بشم. باید بهش برسم هر طوری که شده. واقعیتش من فکر میکنم که برای یوتیوبر شدن شما یا باید یه مهارتی بلد بشید، یه چیزی بلد بشید که کمتر کسی اونو بلده و بیاید اونو ارائه بدید، یا اینکه حداقل شدن سرگرم کننده‌ای باشید. خب من واقعا هیچ کدوم این شرایط رو نداشتم و اصلا فکر نکنم بتونم توی جای شلوغ دوربین بگیرم دستم و شروع کنم به ویدیو گرفتن. چیزایی که داشتم رو روی کاغذ آوردم و بعد متوجه شدم که جز گوشیم و انگیزه برای 100,000 تایی شدن و رسیدن به تنها آرزویی که برام مونده چیز زیادی ندارم. ولی معمولا سعی میکنم که بنویسم راجع به هر چیزی که بهش علاقه دارم، هر چیزی که یه داستانی داشته باشه و یا حرفایی که فقط نیاز یه نفر بشنوه. و فقط الان باید شروع کنم. شروع کردن مهمترین بخش قضیه است. پایان.